بله، خلیفه ارتجاع و اطلاعات بدنامش برای هزارمین بار بور، کور و از میدان به در شد و باید بداند که این توطئه ها نه تنها بر این مقاومت اثر نخواهد کرد، بلکه برعکس عزم و اراده این مقاومت را برای پایداری و شکست توطئه‌های آنها 100 چندان خواهد کرد. درود بر همه شما و بر همه ایرانیان. داشتم بیلان سال گذشته رو میگفتم، البته گوشه از اونها رو. در سال گذشته اعتصاب غذای بی‌نظیر مجاهدان لیبرتی و اشرف نشانها و یاران مقاومت در اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا که 108 روز به طول انجامید، مایه افتخار و تحسین ایرانیان شد که دیدند وقتی پای آرمان آزادی در میان است، از خودگذشتگی اعضای این مقاومت هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. همچنین شکلگیری صدها انجمن و تشکل متخصصان و فارغ التحصیلان و صاحبان مشاغل مختلف که در 2 ماه اخیر شاهد تجمعات آنها بودیم، گسترش مقاومت میهنی برای رهایی از استبداد دینی را در تمام دنیا نشان داد. و همچنین جنبش بین المللی مدافع مقاومت ایران شامل هزاران نماینده پارلمان در اروپا، کانادا و خاورمیانه و همچنین آمریکا و استرالیا گسترش و ارتقای بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. بله، به عینه میتوان دید که عظمت پایداری ملت ایران و نبرد مجاهدان آزادی سال 92 را به نام خود کرد و شکوفاترین نوروز را برای سال 93 رقم زد. آری، بهار بزرگ، نوروز پیروز و عید آزادی در تقدیر است، زیرا که رشیدترین فرزندان ایران آن را با قلب و جان و روان خود تدارک دیدند و در پی آنند تا طرحی نو در اندازند. بله، مجاهدانی برای آن به پا خواسته‌اند که بهار و یگانگی انسان را در فرد و جمع خود محقق کردند و نیروی پایداری آنها از همین جا سرچشمه گرفته است. از مسئولیت پذیری بی انتها، از مسئولیت پذیری بی انتها و تعهد بی چشم داشت، آن هم نه فقط در امور اجرایی و سیاسی، بلکه در اعتلای مناسبات جمع انسانها. مجاهدان آزادی ثابت کردند که با الهام از راهبر و آموزگار خود در بغرنج‌ترین شرایط با ارتقاء مناسبات جمعی خود توان رهبری پیدا کرده و آن را در عمل اثبات کردند و این چنین کورانها و گردنهای سنگین سال گذشته را پشت سر گذاشته و موفق و سرفراز سال نو را با عزم نبرد 100 برابر آغاز می کنند. درود بر همه شما و درود بر همه آنها. هموطنان عزیز،
در سالی که گذشت و در کشاکش بزرگی که در سراسر آن جاری بود، اثبات شد که جنبش مقاومت ایران در هر شرایط و در هر موقعیتی هماورد اصلی رژیم ولایت فقیه است و همچنان که موضوع اصلی و دائمی نگرانی آخوندها هم است و کشاکش میان این مقاومت و رژیم حاکم جبهه اصلی نبرد برای آزادی است. نگاه کنید که در همین چند ماه اخیر آخوندهای حاکم، سرکردگان سپاه پاسداران و همچنین سخنگویان و رسانه‌های عمده رژیم درباره مجاهدین و مقاومت ایران چه گفتند. میگویند مجاهدین تهدید و نیروی مقابله با رژیم در جهان اسلام است و این جنبش نقش اول را در مقابله با روابط آخوندها با دولت عراق دارد. تاکید می‌کنند که هر آنچه از بابت تحریم‌ها و کاهش تعاملات جهانی با این رژیم پیش آمده ناشی از فعالیت مجاهدین است و یادآوری می‌کنند که حکومت ایران بارها اعلام کرده است که مجاهدین را خط قرمز خود می‌داند و هر کشوری که پذیرای آنها باشد باید منتظر عواقب آن نیز باشد و ما در روابط خود با این کشورها تجدید نظر خواهیم کرد. و خطاب به اروپا و آمریکا فریاد میزنند که موضوع مجاهدین یکی از سنگ محک‌های اساسی برای ارزیابی میزان صداقت اروپا و آمریکاست. بله، این کانون اصلی وحشت دائمی آخوندها از این مقاومت و پیشتازان مردم ایران است. آنها از تأثیر پایداری مجاهدان آزادی بر جامعه ایران تحت فشارند. بله، آنها از جنبشی که الهام بخش زنان و جوانان در مبارزه برای کسب آزادی و برابری است در هراسند و باید به آنها گفت که بیش از این به هراسند. تحولات سال 92 همچنین تایید کرد که در نقطه مقابل استواری این مقاومت، یعنی مقاومت ملت ایران، زهر شکست در سراپای حکومت ولایت فقیه جاری شده است. خامنه‌ای در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری شکست خورد و این شکستی برای تمامیت این رژیم است که بدون یک دستی و انقباض کامل قادر به حفظ تعادل خود نیست. رژیم ولایت فقیه در برنامه اتمی خود، یعنی بزرگترین و پرهزینه ترین پروژه سیاسی و استراتژیک این نظام، در 25 سال اخیر شکست خورد و بناگزیر به امضای توافقنامه ژنو تن داد. رژیم آخوندی در مهار اوضاع عراق به سود دولت دستشانده خود شکست خورد و حالا با قیام و ایستادگی مسلحانه مردم استان انبار مواجه است و همچنین آخوندها در غلبه بر فروپاشی اقتصادی کشور که رژیمشان را در هم کوبیده شکست خوردند. فرمانده سپاه پاسداران ولایت فقیه اخیراً گفته است که کشور ما بحرانی است و ما با بحران مواجهیم. رفسنجانی گفته است که ما منابع اساسیمان را از دست داده ایم و وزیر خارجه آخوندها میگوید ذخایر استراتژیک رژیم تخلیه شده است. بله، بخشی از واقعیت همین است. بحران زدگی، وارفتگی و ریزش وفادارترین نهادهای حکومت و زوال بنیه استراتژیک آن. به همه اینها آمادگی اجتماعی برای تغییر بنیادین و همچنین وجود آلترناتیو دموکراتیک و جنبش سازمان یافته را که دشمن به 1000 زبان
به آن اذعان می‌کند اضافه کنید؟ بله، معنای مرحله سرنگونی رژیم ولایت فقیه همین است و این است صورت مسئله واقعی ایران. یعنی صورت مسئله نبرد رهایی بخشی که بهاران آزادی ایران را رقم میزند و چنین خواهد شد. با یاد شهیدان و قهرمانان اشرفی و همه زندانیان سیاسی شهید و مقاوم، سالی جدید را در پیکار برای آزادی آغاز می‌کنیم. راستی کدام زمستان مغلوب بهار نشده که تاریکی و انجماد ولایت فقیه بتواند دوام بیاورد؟ بله، ارتش آزادی و ارتش بهار خواهد رسید، ابرهای سیاه را خواهد شکافت تا آفتاب نوروز و آزادی در تمام ایران سر بزند، در تمام خانه ها و کوچه ها و شهرهایش. هموطنان عزیزم، تاریکی و زردی و کهنگی را از آن رژیم ولایت فقیه و شادی و شور را از آن خود سازید و به هر نحو و هر قدر که میتوانید به شادی و جشن عید برخیزید. زین تخت و تاج سرنگون تا کی رود سیلاب خون؟ این تخت را ویران کنید، این تاج را وارون کنید. هرچند تا آنجا که به آخوندها برمیگردد، آخوندهای مرتجع، آنها سال 92 را برای مردم ما به سال اعدامها، سرکوب و فقر تبدیل کردند. ولی شما هموطنان ستم دیده و فقر زده در همه شهرها و روستاها به هر نحو ممکن و با هر امکانی که میتوانید به شادی و جشن عید برخیزید. شما زندانیان سیاسی هم در اوین و گوهردشت و همه زندانهای ایران مثل هر سال در تک تک بندها یا حتی سلولهای انفرادی خود عید را گرامی بدارید و شکست آخوندهای مرتجع را جشن بگیرید. و شما خانواده های قتل عام شدگان سال 67 و همه شهدای راه آزادی بر مزار فرزندانتان در خاوران و سایر نقاط ایران یاد آن قهرمانان را گرامی بدارید و به آنها بگویید که راهشان پر رهروتر از هر وقت دیگر ادامه دارد و مجاهدان آزادی و مردم ایران و مبارزان راه آزادی آن را ادامه خواهند داد. و شما ایرانیان دور از وطن، به رغم دوری و غربت شعله‌های امید را در جشن نوروز خود هرچه فروزان‌تر کنید و در زندان لیبرتی کنام دلیران و قهرمانان ملت ایران، شما ای مجاهدان آزادی در سنگرهای آزادی، به رغم محاصره قضایی و درمانی و با وجود آماده باش‌های مکرر برای حملات موشکی دشمن، با هر آنچه که در دست و در توان خود دارید، نوروز امسال را بیش از هر سال دیگر و شادتر از هر سال دیگر و شادتر از هر بهار جشن بگیرید و پیام سرزندگی، جنگاوری و پایداری و پیروزی را در تمام جامعه ایران
ترویج کنید. درود بر همه شما. در آغاز سال جدید باز هم بر پیمان و تعهد بزرگ خود پای می‌فشاریم. تعهد سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه و آزادی ایران زمین. عید نوروز است. است. هر روزی به ما نوروز باد، روز ما بهروز باد. کارزار ما جهان پرداز و دشمن سوز باد، پایداری فاتح و پیروز باد. شام ایران روز باد، شام ایران روز باد. عید نوروز، عید نوروز سال 1393 بر همه شما مبارک باد.